سلام و درود به پایان سالتان دوستان عزیز و این دومین صحبت آنلاینی همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان و در طول این ساعت ها با شما هستم علیهای محبت و مهمانی ما محمد جان عمرف نفری که از بیماری سیل شفا یافتند و ما میخوایم با محمد جان کمی صحبت کنیم که از این بیماری چگونه شفا یافتند. سلام علیکم محمد جان. تشکر جناب علیها. علیکم سلام. من شما خیلی خوب میشنوم. سلامت باشه. محمد جان شما بیماری سیل رو به زبان خود چی میگویید؟ یعنی بعضی ها هستن که این بیماری رو درد سر میگویند، وبای عصر میگویند و دیگر و دیگر. این رو شما چی میگویید؟ من این بیماری سیل رو از فکر خودم یک پوریکی، یک عذاب، یک دردی که به زبان گفتن نمیشود تا کسی که خودش بیمار نشود این رو درد و حس میکند. من رو همین خیلی میدونم. وقتی که مردم میفهمند نفر گرفتار بیماری سیل است و از او فاصله میجویند، وقتی که شما بیمار بودید بیشتر از چی میترسیدید؟ از همان فاصله ها؟ نه، بیشتر من میترسیدم که من با عائله خودم ضرر میرسونم اول و بعد از تمغزنی مردم میترسیدم که مرا تنقید میکنن که باید بیماری سیل است و اولویتی است. من از این بیشتر میترسیدم و این خیلی نبوده است. اساسا این یک بیماری تا بچه‌انده است، اولویتی نیست و من فکر میکردم که دوستان و نزدیکانم از من دور میشوند، اما این خیلی نبوده است. در دام توبت پیدا میشود کسی که تو رو دلتنگ میکنند و تو رو روحاً میبرند، تو مقصد دستگیری میکنند و تو روح بلند میکنند و تو توبت می‌کنی و تو میگوید که تو شفا می‌یابی. پیدا میشود کسی که تو رو دستگیری میکنند. محمد جان وقتی که شما بیمار بودید این بیماری با چه مشکلات ها شما را روبرو میکرد؟ من رو قریب که ناامید میکرد، قریب که از حیات ناامید شدم و فکر میکردم که دیگر توبت نمی‌یابم. وقتی که من فهمیدم که در دوام 2 سال توبت می‌یابم، فکر کردم که 2 سال من از تمام آدمانی که در اطرافم من محکم، یعنی که من رو در یک خانه محکم نگاه می‌دارم. اما این خیلی نبوده است. من از دکتری که من رو نگاه میکرد از اون پرسیدم در دوام 2 هفته که من داروام رو خوب استعمال میکردم، یعنی میکروب خورشگونی هایم کم من شد و من به خطر شدم و من برآمدم با نزدیکانم نزدیک شدم، یعنی که نزدیک دوستانم رفتم. من فکر میکردم که دیگر در دوام 2 سال من دوستانم رو نمیبینم. زیاد جیغ شده بودم، ولی دوستانم من گفت که اینطور نیست، در دوام 2 هفته تو یعنی به خطر میشوی، میتونی که باز نزدیک دوستانتون روی. این حرف نگفته نماند. هر نفری که گرفتار بیماری سیل هست حتما شفا می‌یابد. یعنی گفتنی هستید که نفری بیماری سیل داشته نباید رو افتاده شود، همیشه قدم به پیش گذارد. از چی باشد که به بیماری سیل گرفتار می‌شود؟ سببش در چی باشد؟ فکر من که نرسیدن دانش کافی نبودن دانش در ندانستن بیماری سیل. همه دونن که این بیماری چگونه است. مردم فکر میکنند که این بیماری اولادی است. فکر میکنند که این از اولاد به اولاد نسل به نسل میگذرد و از این میگریزند. از همین سبب هم فکر میکنند که سبب پهن شدن زیاد شدنش از همین سبب است که تنبل میکنند با آنها نزدیک نشوند. اینکه باز هستن آدمانی که با هیچ کار نمیکنند و با نزد وی رویم و این نه، باید که هیگین شخصی رو خوب رعایت کنیم و از این وقتی که آدم یعنی شخص بیمار میشود و حتما در دوام 1 هفته یا 2 هفته و از میکروب خورشگونی خلاص میشود. اما مردم نمیدونند این رو. از همین سبب پهن شدن این بیماری سبب همین میباشد. محمد جان در وقت بیماری به چی مشغول شدید؟ وقتی که در داخل خانه بودید؟ وقتی که در داخل خانه بودم زیادتر خودم رو به تصویر کردن منظره ها خودم رو به طبیعت داده بودم. میخواستم که مثل طبیعت زنده شوم اثر من و من همین کار رو کردم و غالب آمدم به این کارم، یعنی که این کاری کردم من رو به جای رسوندم و خودم رو به طبیعت داده بودم که
هر فصل دیگرگون میشد و یک چیز نمی‌ایستاد و من هم همین فکر میکردم که من هم شاید روز شفا میگم و فکر من خوب آمد. محمد جان، در وقت بیماری و خوردن داروها کی کمک میرساند و یا در دوره هایی که البته شما قید کرده در بالا که تنهایی بود و یا از دوستان رفیقان کی پهلوی شما بود؟ مادرم بود. زیادتر من مادرم در نظر می‌دارم. همون لحظه که من دارویم رو استعمال میکردم در یک حالت ناگوار من رو فرا میگرفت، من رو میکردم، من رو دستگیری میکردم، من رو تسلی میدادن. بله تسلی میدادم که من همون لحظه دارو استعمال کنم رو نفهمم، سختی دارو رو نفهمم. اون دوستی که حقیقی هم میگویم که من فکر میکنم تمام من نموند مادرم هست که من رو دل برداری میکرد، من رو سری وقت با من میداد که من استعمال کنم و من شفای بکنم. همون دوست هم مادرم. بهترین بهوده نگفتن که مادر خود فرشته است. در حقیقت مادر فرشته است، برای که به بیماری نظر نکرده، نگاه نکرده به اونی که پسرش بیماری دارد، ولی پهلوی پسر بودن. احسن به همه مادران احتیاجی. در آخر صحبت چی گفتنی هسته؟ چی تمنا دارید و به آن نفرانی که گرفتار بیماری سیل هستند چی گفتنی ها دارید؟ گفتنی هم رو من با چه گروهی آدمان یعنی تقسیم کردم. یعنی یکمی با آدمانی که حاضر بیماری سیل توبت کرده شدن، با آنها گفتنی هم که رو افتاده نشد و زیب نشد این بیماری توبت شونده است. شما توبت میابید و دومین با آدمانی که از این بیماری شفا یافتند با آنها گفتنی هستند که مردم بگویند که این بیماری خوفناک نیست، توبت میشوند و با کسانی که بیماری سیل حاضر توبت کرده شدند با آنها از تجربه گذراندهشان یعنی با آنها مسئولیت دهند که چیکار کنند همین بیماری سیل با راه آسان‌تر جمع خودشان چی گونه توبت یافتند، چیکار کردند که تیزتر توبت یافتند، همینطور آنها رو مسئولیت دهند با آنها همینطور گفتن و سیم با اون کسی با مردم عموما گفتن هم این بیماری خیلی هم بیماری سخت است. چون که ما می‌بینیم روز بیماری کووید در دام 2 هفته یک ماه توبت می‌یابد، اما این بیماری در دام 2 هفته یک ماه توبت نمی‌یابد، در دام 2 سال زیاده 2 سال توبت می‌یابد و با مردم عموما گفتن هم که با آنها کمک رسانند، کمک چی پولی باشد چی روحان چی کمک که باشد با آنها رسانند، زیرا که آنها شفای یابند و من میخوام آنها کمک رسانند که این بیماری زودتر نیست شود. البته درست، ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زی پسی او سحری است. دوستانی عزیز، در صحبت ما بودن محمد جان عمرов، نفری که از بیماری سیل نجات یافته است و توصیه های محمد جان را می توانید آنانی که گرفتار بیماری سیل هستند حتما نظر کنید به گفته های محمد جان. تا بخوره دیگر خیر.